سلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. چون سلام علیکم گفتیم به شما سلامتی خواهان هستیم. دوستانی عزیز، امروز من میخواهم یک نمود چبورک و سیکرتی ساچنی شدنی چبورک را به شما نشان دهم. دوستانی عزیز، مرحمت ویدیو را تا آخر تماشا کنید. به خمیر ما لازم است یک دانه تخم، 200 گرم آب شیرگرم، یک قاشقچه نمک لازم است. همش را خوش رو آمیخته میکنیم و یک قاشق کلان روغن و 350-400 گرم آرد لازم است. دوستانی عزیز، اکنون خوش رو خمیر میکنیم. خمیر ما نیز آماده شد. خمیر را یکسان میمونیم تا اینکه کمتر دم گیرد. برای نچینکش به ما لازم است پیاز و فرش گاوی لازم است. به ما لازم است گرچیتسا، преправа، نمک و черни перец لازم است. دوستانی عزیز، دو قاشق کلان روغن لازم است. اکنون همش را خوش رو آمیخته میکنیم. اکنون خمیرها را به 10-12 زوالچه های میده جدا میکنیم. خمیرش را تون و گراس میکنیم. اکنون فرش را میمانیم در درونش، خوش رو میپیچانیم، خوش رو محکم میکنیم. به نهایت با مزه میبیاد. دوستانی عزیز، ویدیو را تا آخر تماشا کنید. امیدوارم که به شما معقول میشود.
در افغان پخته میگیریم در علابی بلندم نه پستم نه دوستانی عزیز، چون که داخلی چبورکانگی فرشا پزد باید چبورک را خوش را سرخ کرده میگیریم دوستانی عزیز، به نهایت با مزه میشود. اگر به شما ویدیو معقول آمده باشد دوستانی عزیز، در خانه های خود برای کودکانتان، برای اهل عائله‌تان تیار کنید، به نهایت خوشخور و مزه می شود. به همه شما اشتهای نقص خواهان هستم دوستانی عزیز. اگر به شما معقول آمده باشد به کانال ما پادپیساسی کردن را فراموش نکنید، کامنتاری مانید، من همش را میخوانم دوستانی عزیز. از همه تان منت دارم که کامنتاری های خوب می نویسید.